عمر خیام فیلسوف، ریاضیدان، متماتیک و شاعر مشهور تاجیک و فارس. خیمه خیام. بخش خیمه خیام با مقصد شناسایی بیشتر به جهان اندیشه ها و پند گرفتن از اندرزهای حکیمانه این پیر خرد تهیه می گردد. 10 عقل و ز 9 رواق و از 8 بهشت، 7 اخترم از 6 جهت نامه نوشت. کز 5 خواص و 4 ارکان و 3 رو، ایزد به 2 عالم چو تو یک کس نسرشت. گر در پی شهوت و هوا خواهی رفت، از من خبرت که بی نوا خواهی رفت. بنگر چه کسی و از کجا آمده ای، میدان که چی میکنی کجا خواهی رفت. سیر از همه ناکسان نهان باید داشت، راز از همه ابلهان نهان باید داشت. بنگر که به جای مردمان خود چی کنی، چشم از همه مردمان نهان باید داشت. در عالم بی وفا که منزلگه ماست، بسیار بجستم به قیاسی که مراست. چون روی تو مهنی است روشن گفتم، چون قد تو سرو نیست میگویم راست. خیمه خیام.